سلام درود، خیلی خوش اومدید به بازی زیبای ماینکرافت. با خود شما جیگرطلا قرار بریم ماینکرافت دوباره مثل همیشه مودهای مختلف بریم، دندی‌های مختلف داشته باشیم، کره مختلف بعد اول بریم بیلد بتل، پارتی گیم، نمیدونم تگ و فلان، کلا قرار بریم ماینکرافت بتر کنیم. ما هم یه سرور خفن گیم اپ. قبل از چیکار تلگرام، اینستاگرام رو میکارد مورد ما کنید، لایک ویدیوتون نره، کامنت هم بذارید و لطفاً بازنشرم بکنید که خیلی عشقید. اگر هم دوست داشتید ماینکرافت کارهای مختلف کنیم، مثلا چه میدونم بریم اسکای بلاک، بریم بام بلاک، مودای مختلف دیگه بریم، حتما توی کامنت بگید، میخونم و انجامش میدم. بریم برای ماینکرافت. Let's do this. خب بذار ببینم. آقا دوست دارم مثل مرد اول یه بیلد بتل بریم، یه دونه قایم موشک بریم، یه دونه پارتی گیم بریم، یه دونه هم TNT تگ. به نظرم خوبه بریم برای بیلد بتل. Let's go. خب بیاید تو بچه ها، منتظرتونم. قرار امشب بد ببرمتون. خب بزنیم چه داریم؟ اژدها داریم، سفری داریم، سفری چه؟ اسشول داریم، بعد داریم دیسو. آقا اسشول، آقا مدرسه همه مدرسه رو بذارید. بابا یکم چالشش کنید، مدرسه خداییش باحاله. خودم یه چیزی خودم میتونم درست کنم. خوراکم اسکوله، خوراکم بد اسکوله بازم جدی بگم. برای ساخت اسکول یه اسکول ایرانی میخوام درست کنم، یه مدرسه ایرانی، بعد دیوار آجر نما بزنیم. در مدرسه داریم، ببین در اصلا یه دونه کلاس میخوام بسازم، یه دونه کلاس. خب سرامیک کفم سرامیک معمولی سفید. آره خیلی ایرانی طور میخوام بسازم مدرسه رو. ببین من میخوام یه کلاس بسازم، در اصل میخوام یه مدرسه مثلا بزرگ درست کنیم. خب یه دونه کلاس میخوایم درست کنیم خیلی ایرانی طور. وای خیلی باحاله، خیلی سمه. کلاس درس، تو کلاس مدرسه زنگ تفریح میشینم تا که این زنگ بخوره، تو حیات تو رو ببینم، وای تو حیات تو رو ببینم. انگار دارم بنایی میکنم. یه دونه اینجتا بستم دور کلم، پای ملات نشستم با شرار کردی. مبصر کلاس منم، توی بحث عاشقی، تو کویر سینه‌ام، وای تو گل شقایقی، تو گل شقایقی. وقتی از در تو میام، میدونم که گوشاتون داره کار میشه ولی برای ببین یه کلاس دارم میسازم، خدا شاهده. شبیز مدرسه رو بچه بازیش ادام بری ویدیوشو ببینید، خیلی گمه سمی بود. زنم شما چیکار کردین؟ من که کارم درسته. شما رو منو چیکار کردین؟ این از کلاسمون. اوکی خب حالا کفش هم من سرامیک میزنم. خداییش تمیز کار کرده. بعد دیدیم معمولاً جایی که تخته زمان ما اینجوری بود دیگه، جایی که تخته بود، البته الان وایت بورده، جایی که تخته بود اینجوری بالاتره، اینجوری بالاتره، سکوتور داره. ببین جزئیات ها. اینجوری. خب عالی. حالا نیمکت ها رو چجوری نیمکت بسازی؟ بابا نامردی، شما خیلی ماینکرافت بلدین. اوکی اینا میشه نیمکت. خوب دست من نخون. خیلی خوب کفو باید پاک کن. اما امیر فکر کرد زرنگه و ذات ماینکرافت منو نابود کرد. ملی که قهرمان نباش، تیم ملی ایران، تیم ملی. ولی خداییش سنگ گرانیت کار کردم در حد. ولی اسمم خوشگل نشو، قبلی خوشگل تر بگم. گرانیت شینیه این، والا گرانیت ایرانی بود قبلی. وای وقت رو تمام میشه، غلطی من کردم. قبول نیست. خب نه من قبول ندارم. وای خیلی بد شد. خیلی خوب من فکر می‌کنم واقعا مدرسه ساختن راحت پشیمونم. تخت سیاه
تخت سیاه. اونی که میخوام در بیاد. چراغ چی بذارم؟ مشعل بذاریم؟ مدرسه الان مشعل توشون هست؟ زمان ما بود. زمان ما مدارس با مشعل کار میکردن. آقا زمان ما مدارس با مشعل کار میکردن. والا باور نمیکنه دیگه، به خودتون مربوطه دیگه. و این هم کلاس درس امامیر. میدونم واسه جذابیت خاصی نداره، خیلی مسخره شد، خیلی مسخره شد. به هر حال من تلاشمو کردم. به نظرم کلاس جذابیه و خودم هم مبصر، یعنی معلم این کلاس زیبا و جذاب هستم. ایزان برجا برپا. اوکی، کلاس خوبیه، کلاس خوبیه. راضی هم. اینم تخت سیاهه. اینم چیزه تخت پاک کنه. کی میتونه با همچین جزئیاتی بسازه؟ ای الله. خب ما نفر اول داداش رستوران یاد داداش اسمش تخت سیاهه، به خود سبز رنگش، به والله سبز، این مشکی ساخته. داداش تلویزیون LED انگاری. اوکی میدم به LCD گذاشته انگار تا فیلم ببینن. کلاس سینما بود. آی اوه یه مدرسه که موشکای اسرائیل خورده بهش، چیزی نمونده ازش. یه مدرسه داخل غزه است. این پوپ میدم. این چیه داداش ساختی؟ آره چیه؟ خب برای چی لقمه گنده برمیداری؟ خودم پارت قبلی ماینکرافت ببینید لقمه گنده برشن. بعدی عارفی محمده. برو من این نیمکت ساخته. بد نی اونقدر بامزه نشده. ببین مال من بیشتر شبیه کلاس، یعنی ببین یک خداییش یه غریبه بیاد ندونه داستان چه، مال منو ببینه میفهمه مدرسه است. جدی میگم مال من. بعضیاتون خیلی زحمت میکشین، یعنی عجیب زحمت کشین. اصلا من واقعا خب الان چیه؟ یعنی تو الان با چه اعتماد به نفس اینو ساختی؟ چی فکر؟ بعدی میبرم تو کلاس منتظر نه زنگ تفریح میشینم تا که این زنگ بخوره تو حیاتونو ببینه. خدایش تخت سبز ببین جان من. اون تخت سیاه اینه، تخت سیاه این داره. داداشو ورشه تلویزیون. ای والله داداش خوابگاه بیشتر. ولی مدرسه هستی، مدرسه شما اینجوری داشت زندان بیشتر انگار سلولیه. این داداش این زندان ساختی تو. اگه به اسم مدرسه همچی جایی میبرن تو رو دارن میبرن زندان. بنده خدا مدرسه سلولی نیست. ایوان زنبور. اتوبوس مدرسه ساختم. ایرانی اپیک. از این اتوبوس زردام بود، اتوبوسای مرسای آمریکا بود. من آرزوم بود سوار این اتوبوس من آرزوم بود سوار این اتوبوسا شم، ولی هیچ وقت نشدم. به جای سواری سرویس پیکان شدم. پیکان سرویس اون عالی بود. وای این عالیه. لژندری. این لژندری میگیره. آقا بعد این ببره. این که خیلی خوبه، کتاب داره، تخت سیاه. واه این خیلی خوشگلید. آفرین لژندری گرفت. بعدی داداش این بیشتر ترسناک انگار یه جایی بوده سر بریدن گذاشتن اینجا شکنجه دادن. امچ تونی بالون ایمان باحال این اپیک میدم. باحال این استوری نوشته باحال بود. قشنگ. بعدی که داداش سر کاریم نه؟ مرسی با پوپ میدم به این داداش. الان چیه این؟ الان چی ساختی هسته یه مکم؟ کی بود؟ کی برد؟ مثلا این برد؟ کی برد؟ این برد؟ این آخریه برد؟ خیلی
خیلی خوب لعنت بشه، لعنت به این وضعیت. میریم برای مود بعدی قایم موشه. هی میمونه کیه؟ شما تو کامنت ها بگیدی میمونه کیه؟ ببین یا قایم موشک میخوام بریم. نامردی نکنید، استریم نکنید، نامردی نکنید. آقا زامبی، آقا زامبی چرا وی آی پی بوده کی؟ وای چی اول؟ شمشیر بخواد بزن وای خیلی زایم من همیشه زایم، نمیم چرا همیشه زایم. تو بچگی هم قایم موشک بازی می‌کردم. یه بار من قایم موشک داشتیم بازی می‌کردم تو بچگی تو پارک محلمون. من رفتم خونم شام خوردم. بعد اینا مثلا 2 ساعت دنبال من بودن، فکر کردم من کجا قایم شدم. یه بار دیگه هم رفتم پشت وانت خوابیدم، قایم موشک پشت وانت خوابیدم و خوابم برد. مثلا 1 ساعت اینا خواب بودم پشت وانت. نزن! نه نامرد استریم اسنایپ بود، مطمئنم از استریم اسنایپ کردن. بنابر تک تکتون رو پیدا میکنم. ببین یکتون اولی آرای پی ام یاد جان رحم نمی کنم. یکی جای مراری مای فرند مراری کوزا اینا بعدی نابودتون میکنم. ببین من باید اول شم، من همیشه همه جا برندم. داداش من 2 تا رو کشتم دیگه، چی شد؟ داداش من 4 چرا من جونم کمه؟ یعنی چی؟ من 2 نفر رو کشتم جونم کم شد. 4 نفر رو کشتم فقط 2 تا هایده مونده. کجاییده ای هایده ها؟ بیاید که میخوام محسیتون کنم. هایده محسیت خیلی بانمکم بد نمک میریزم مشته. کجایی؟ یه دونه هیدر مونده، یه دونه هیدر هایده مونده. هیدر یعنی شام بده. آقا یه دونه هیدر. آقا دنبال من نیافتید، برین دنبال هیدر. بردی؟ دوم شدم. نایس. آره دوم شدم. بریم برای ببین خوراکم پارتی گیمه. ببین تو پارتی گیم حریفم نمیشی آقا، نمیشی دیگه برادر، نمیشی آقا، نمیتونی. وای خوک جمع کنی خوراکمه. ببین بعد دیوونه خوک جمع کنی هم. بچگی خوک جمع میکردم تو خیابون. ما نه که توی ایالت کالیفرنیا اینجا خوک زیاد داره. یه نامردی میخواست خوک منو بدزده. کی بود؟ یه نامردی میخواست خوک منو بدزده. کی بود؟ ولی داداش نکنین کارا. این خوکا خوردن نداره داداش، این خوکا خوردن نداره. دسترنج خوک خودتو بخور مشتی. اینقدر نگاهت به خوک بابا عجب خوک تخصیه. وایسا ببینم. اینقدر خوک ملتو نخوا بخوری. اول شدم. نایس. بازی اول گره و دیوار کج. من بچه بودم پارکور کار میکردم. بچگی من پارکور تو ایران نبود اصلا پارکور وجود نداشت. تا قبل از اینکه ورزش پارکور در ایران بیاد به این کار میگفتن دلقک بازی و میمون بازی و چه میدونم مثلا گربه رو ببین، مثلا یارو میمونه رو ببینه در دیوار میره بالا. دوم شدم. یه دونه اول یه دونه دوم. ببین من باید برم 5 وای من تو این بدم، من تو این افتضاح بدم. اینو نمیتونم ببرم، جدی رو نمیتونم ببرم.
ببین من تو این جدی خیلی بدم. بابا چجوری هول میدن؟ چجوری هول میدن؟ من اینو نمیتونم برم چون نامردیه. چجوری هول میدین؟ من میشینم ثابت هول میدن. خواهشاً اگه عزیزی میدونه چجوری باید کاری کنیم هول داده نشیم توی کامنت ها بنویسه من بفهمم. نگاه این دوتا رفتن تو هم. یعنی چی؟ خداییش نمیم چجوری اینا میرن تو هم. بعد ما میریم میچسبیم هم دیگه هول داده میشیم. ایول. من قبول ندارم بابا. من قبول ندارم. بابا بینم بابا. بابا بینم. بازی بعدی. بابا این خوراکمه. جام. ببین ببین توی این بازی توی این مود ببین خیلی ضعیف. توی این مود اصلا ببین به گرد پام هم نمیرسید. خیلی ضعیفه توی این مود. امتیازا رو ببین شما 62 برابر نفر دومم بنده. 2 برابر نفر دومم بنده. بابا نمیرسیم به من. یه امتیاز کشتم. وای یه دونه اشتباه کشتم نصف شد. وای باز فکر کن امتیازم از 90 شد 50 نصف شد. یه دونه اشتباه کشتم خیلی ولی بازم برد. خب اینم من توش خوبم. من چه رنگ آبی هم من. آقا مرد باشین آبی رو بزنین. هر کی آبی رو بزنه بردم. نایس بابا. با اختلاف او پارکور. وای 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 تایید بودم. اختلاف. یکی اول شد. من دوم شدم. یه بار نامردی مردم. با نامردی مردم ولی ایراد نداره. No problem. No problem my friend. خب اینم دوم. نه اول شدم. نه دوم. نه سوم. این کدومه؟ این کدومه؟ این کدومه؟ این کدومه؟ این کدومه؟ یادم رفت. وای فکر کنم بدرم کدومه این. همین که زیرمون ابی میره بعد دری. زیرمون خالی میشه بعد زنده بمونیم. ایزیه اینم ایزیه. البته ببین ایزی هست اما اول شدم. نایس. گفتم ایزیه. اینم که خوراکمه. اینم که چرا رو زمین کشیده؟ یعنی چی؟ داداش این چه باگیه؟ یعنی چی؟ من اول نشدم به خاطر باگ بوده. من اول نشدم و اول نشدم دوم شدم به خاطر باگ بود. جدی برای باگ بود. نامردی. ببین ناحقی و نامردی. اول شدم. نایس. با 16 تا ستاره با اختلاف نفر 5 تا بیشتر نفر دوم. ایزی. توی کامنت آرپی آن تاپ. آرپی همیشه میبره. آرپی همیشه قهرمان لعنته. بیاین TNT تگ. داری برو مصطفی برو.
برو. چرا همه بمبی هن؟ بابا اینقدر منو چرا میزنی دیوانا؟ شو ابل فرز. نایس. وای خیلی هیجانی شد. ای من بمبی شدم. لعنت به این شان. یا گوشت تازه. ببین شاعر میگه الفرارو یا هوار. آقا این نامردی اسم هم دیگر میبینیم ما. الفرارو یس نبردم. وای چه صحنه ای بود. خیلی هیجانی بود. جدی خیلی هیجانی بود. منو چرا میزنی؟ ساکت. ببین این سبزه کی بود؟ بهت رحم نمی کنم آقای سبز. ببین رحم نمی کنم بهت. ای جای ای جای تلاش داره بزنه منو. بزن بینم. خدا بینم. خدا باید هستا. لگم. من لگم. من لگم. من بعد لگم. من بعد لگم. من میگم لگم باور نمیکنین. من میگم لگم باور نمیکنین. خب گایز آقا مرسی که ماینکرافت امشب هم دیدید. دمتون گرم. لایک ویدیوتون نره. اگر دوست داشتید با همون بیاید ماینکرافت و قدم روی سر بنده بذارید حتما کانال تلگرام اینستاگرام رو بیکارد مورد ماکر. لایک ویدیوتون نره. کامنت هم بذارید. آوازش رو بکنید. عشقای من دوستتون دارم. بریم برای گیم بعدی.